جعفر جان هالووین نزدیکه ولی خب ما کاری نکردیم ما. آن دیگه بابا این کرونا لباس ما رو پاره کرد دیگه، ما نتونستیم بیرون بریم دیگه، خونمون یکم تزیین کردیم. راست میگی، خودت هم خوشگل شده ولی این بسته به نظرت؟ بس که نیست، ولی خب دیگه بر دل خودم یکم اینجا خرج کردم خوشگل شه دیگه، هالووین یکم خوش بگذرونم خونه دیگه، بره بیرون که نمیتونیم بریم. ولی یه جای کار میلنگه، همچین حال نمیده این شکلی. موافقم با پسر جان، بذار من تلفنی زنگ به یکی بزنم، الان میام اینجا پیشت همینجا. زنگ به کی بزنی؟ به مستمان. مستمان؟ آره. اوکی. میدونی چرا میخوام به مستمان زنگ بزنم؟ خب همه چیز تو آستینش داره دیگه. آفرین پسر جان، خوش آمد باوشی، خوشم. یه همجا وایسا. الو ماهان خودتی؟ آره خودمم. بیا خونه من ببینم چی تو دست و بالت داری. شما؟ من استاد جعفرم دیگه. استاد جعفر. خوبی سیزای جان؟ آهان بره. چی شد آقا؟ من مهمون ویژه دارم اینجا، یوتیوبرم هست. بیا اینجا هوای ما رو باید داشته باشی اینجا دیگه، ببینم چی تو دست و بالت داری. خفن ترین چیزا تو بردار با خود بیا. برنامه هالووینی میخوای آقا؟ آره زای جان، بدو بیا ببینم. بله اوکی، یه چیزی حل میکنم میام. آدرس خونه همون قبلیه، منتظرتم. خب مارجی چه خبره؟ یکم خودت برام بگو ببینم پسر. لباسات از کجا خرید؟ والله آقا جان من یه فروشگاه دیدم به نام فروشگاه پونل. خب حالا فروشگاه پونل نبودا. به نام پونل داشت فعالیت. میدونی که امروز جنس چینی زیاد شده، به نام پونل میذارن فروش بره. آهان دیگه آقا، ما همجوری داریم آبروی پونل رو میخریم، پرچمش بالا میاریم، اینا چینی وسل میفروشن آبروی پونل بیشتر میبرن. این وضعیت آقان شده مملکت. کسی نیست تو خونه ببینم. او مستمان اومد، بذار بیارمش ببینم. برو. سلام مستمان. شکلات میخوام عمو. یه داخل به شکلات بدم عمویی. او سلام دوست مستمان. مستمان این همون مهمون ویژه که گفتم یوتیوبرم هست. همون مراجی تویی که مراجی. مستمان دوست. شما هم دیگه میشناسید؟ بابا مستمان داره دوست مشهور. نقابت ماسکت بردار ببینم ره. آماده آریشور بعد داد. شرک تو چیکار میکنی؟ البته من بدون نقاب خودم خیلی ترسناکترم، فقط خواستم یکم نقاب بدم، الان شدم شریک خوناشم. یکم از ترسناکتر جلوه نده، یعنی یکم کمتر بشه ترسناک بودن. خب مستمان حالا که تا اینجا اومدی بگو برنامه چی آوردی با خودت؟ آقا برنامه براتون اوکی کردم، درجه 1. حالا چی هست؟ ایتا شهر بازی چی چی هالووینی. این شهر بازی بیلیتی چیزی نمیخواد، کلر رو بزنیم پایین. رئیس اونجا دوست قدیمیمه، بیا رفتم اونجا تا سلام بکودم، ارادت داریم، بیا براتون چیز گرفتم، بیا این وایتو. اسمم هم روشه. حالا استاد بزن بریم استاد بیا. آقا فقط وایسین. چه استاد؟ میدونین که چی شده؟ دروغ میگی، نکنه بازم. آفرینه. آهان داره بعد لباس پاره کنم باشه هالووینه. استاد چی میخوای بگی به اونا که دارن ویدیو رو میکنن؟ سری بگو بریم شهر بازی کار دارم. شما که اون پشت هستین یه توصیه براتون دارم، شمون شرکی منو نگاه کن بهتر. گشتگ مارجوکاده خفن زیر کامنت های این ویدیو بزن، به گنگ ما زوریه و گنگ ما جونشی. مارجوکا بهترین گنگ جهان. بعد اینکه این کامنت هشتگ مارجوکا گذاشتی جی صفر بکش بالا، برو اونجا ویدیو لایک کن و زنگوله هم بزن. خیلی خب بچه‌ها، همونجوری که اساتید گفتن اگه از این ویدیو لذت بردین حتما ویدیو لایک فرام بکنید، چنل رو ساب بکنید، اینستا من حتما فالو کنید که همیشه ادیشن دور و بر میذارم. جوین سرور دیسکورد ما باشین، با این کار میتونید از اونایی که داخل گیم پلی میریم استفاده بکنید. و نسیم جاست جامپ تو ویدیو. استاد ما حالا دقیقاً این شهر بازی که کجا است؟ آقا می دنبال سر باین میشیم، دقیقاً همینجا، اینجا ورودیه. بابا چقدر خوشگل لامصب. نکن اینجا که میان این کادو بهتون میگه سلام السلام. بله من این سلام السلام خاصی تو فیس این میبینم. این دنبال. آقا اینجا ورودی اصلیشه، یعنی از این نرده ها به بعد کل شهر بازی اصلیه. حالا از اینجا که رد میشه یه سورپرایز کوچولی از شما بفرما برید. بابا بزنم چی میشه حالا. بابا چقدر خوشگل شد لامصب. چون نورای زیادی استاد. استاد این چه حیوانه؟ اوه عجب عظیمه. این خوکر ناکن، خوک بیچاره آخر مردی. آقا اینجا بازارچه و همه چی داره، اما چیزای اصلی شهر بازی شب باز میشن، یعنی شب میتونیم بریم اونجا حال کنیم. او برام چیکار کنیم؟ نمیدونم اینجا بازارچه و اینا خیلی چیزای دیدنی زیاد داره. استاد این ناکن. کله تکون میده. نیم غزنفره. اسمش غزنفره. آزادم با تیکتتون بدین به این اینکه بتونیم. به غزنفر بیا. غزنفر بگیرش. بیا ری چیکارا میکنی حالا ببینم. دست این رفت استاد. به قیافش میخوره خیلی خرکیف شده باشه. آره واقعا. استاد عجب چیزای عجیبی اینجا، چقدر خوشگل لامصب. آره خیلی تزیینشون خوبه. عجب گل خطرناکی. ما می نزدیکش کاری نمیکنه. من عقب‌تر یه وحشی میشه. واو استاد شب اینجا خوشگل لامصب. آها خیلی خوشگل. لامصب آسمون هم خفن شده. نگاه کن چقدر خفنه خدایی. اسم این آسمون رو که نگاه میکنم. آقا الان که دیگه شب شده، دیگه به نظر وقتش شده بریم اشغال اصلی رو بکنیم. بریم تو کارش استاد. بیا. بریم تو کار. آقا جاذبه اصلی توریستی
سرویسی که کلا همه رو اینجا جذب میکنه این چیزی که پشتمه این خوشگله. چی هست حالا؟ این بزرگترین رولر کوستری که تا حالا توی تم هالووین ساخته شده. اصلا فکر کنم بزرگترین رولر کوستری که تا حالا دیدیم. چقدر خوشگله لامصب نه؟ واقعا دلم میخواد برم امتحانش کنم. آره بیایم بریم، بلیطامون رو دادیم میتونیم بریم. بیایم 3 2 1 بریم استاد. استاد قرار ترسناک باشه یا نه؟ آره، قضیهش چیه؟ احتمال نمیدونم. زیاد. اگه باشه که خیلی خفن لامصب. گیری کردی استاد؟ اینا چه جلومون؟ چقدر ترسناکه. استاد چرا نمیره؟ داره جانایی میداره. جلومون چیزایی بود. بیاین دیگه زکان. دارم میام یواش یواش. اینجا چقدر ترسناک استاد. اینجا چقدر باحاله. آره لامصب خوشگله. یه جوری. آره البته گربه من پیشی خیلی دوست دارم خدایی. این پیشی میخرم سرم. اینجا خیلی باحاله. چی شو استاد؟ وای وای الان سری میشه. لعنتی من عاشق این ترن بودم. از بچگی می‌خواستم داخل ترن. چقدر خوبه. چقدر خفنه. آره لامصب خیلی خوبه. بذار ببینیم قضیه چی استاد. عجب این چیزی. مار نگاه. مجسمه کجاست؟ اوف چه خوشگله استاد خدایی. نه؟ چقدر خوشگله. لامصب. ببین میگه حالا ببین عزیز من. نه این خونه بشینیم. چقدر خوشگله این محیط. مرگ برفی بود. میدونم چه دیگه است ها؟ تیکه انداخته. نه عزیز من تیکه چی؟ چه حالی لعنتی. وای افتادم لعنتی. امیدوارم که اتفاق خاصی نیفته. چقدر استاد اتمسفر خفنی داره لعنتی. هزار جا رفتیم الان. چقدر لعنتی اتمسفر خفنی تا الان 5 6 جا رفتیم استاد. لعنتی خیلی خوب خدای خیلی عالی. اوف اینجا فکر کنم قرار سری بشه. وای وای ببین قضیه چیه. استاد کاکتوس دهن داره. وای دهنش وا میشه لعنتی. وای خیلی اسکم اسکتا نکن. اینا چه دستم عجیبه. اوف استاد چه خفن این ری تریس داره اینجا. اینجا آرتیکس روشن. اینو میگم این دستمون. بیا استاد اون تو. اون قضیهش چیه؟ نمیدونم ایستاش انداختن. بریم فقط جلو. ایول آیستا فکر کنم مسیر عوض میشه. نه من رفتم این بر. من رفتم تو این جامون عوض شد. بله استاد این شاید لاش کیو جدید نیست. قرار توپ جدید بیاد. خفنه لعنتی. اینجا قرار آروم بشه. این چه خوشگله این. لعنتی خیلی خوشگل شده استاد. سلام ره ای چی کنی؟ جعفر جان یه هول بده. جعفر یه هول بده. آها وایسا. چه صداهای ترسناک که صدای ماب میاد. این پشمام فر بخور. توجه کن به ریلات او آره ریل از استخونه. استاد جلوتر خیلی خطرناک میزنه. نه کن. نه دیگه چه استاد؟ وات مکان خطرناک میزنه. لامصب هم خوشگل هم خطرناک میزنه. چه خوشگل. این نوری میبینم بچه‌ها. من دارم این نوری میبینم. خیلی باحال خدای استاد. استاد این آتیشا نه کن استاد. آتیش سبزه. واسه اون قضیه چیه؟ قرار فکر کنم بوست بگیریم. بله استاد. اوه استاد این دیگه چی بود؟ تیر زد. اون لعنت داره تیر بالا میشه. وای خطر میشه. خطر میشه. بریم آقا جان. بیا بالا اون قضیه چیه؟ آقا چه فضای خوشگلی داره. خدای خیلی خوشگل استاد. آقا این یکم شبیه شرک نمیونه. انگار داره میگه سلام السلام. نه؟ سلام السلام. یه جوری میمونه استاد. یه جوریه. شبیه تو استاد. همیشه شبیه تو. مستر جعفر تو چیکار میکنی؟ من غذا میخورم گشنمه. آفرین غذا بخور. دوربراش چه باحاله. آره لامصب خیلی نور خفنی داره. ناکن استاد یه جوری هستن. داره خوش داره چشامونو پاره میکنه. شما کجا موندین آقا؟ بیاین اینجا امارجی کراودیا. ناکن قشنگ نارنجی خفن کاستوم شده از همه چی اینجا. چی شده پشت نمی واسه جعفر؟ آره پشتم مثلا. اوه چه باحال. اصلا اونجا میافتن قلبش یه جوری میشه. اینجا فکر کنم ساعتون کم بشه. وای رفته بودن تو کدوها. کلا یه دور اینجا. اوف چه کریپریه استاد. چقدر خفن لعنتی. خیلی باحال خدایی. چه محیط خفنی داره. مبارجی پشت نگاه کن. پشت میره. پشتتون رو نگاه کنین. سلام السلام. شرک پشتمونه. دارم میام. اوف استاد اینجا رو نگاه کن. از این انگار از این آهکایی که داخل آپدیت جدید میخواد بیاد اینجاست. یعنی چه لاشه بیاد. حالا زیاد مهم نیست. مهم نیته. این جنگلش خوشگل بود. خوشگله. استاد اینجا شبیه چیزا داغم سبزه من یاد بنته میافتم مثلا. صورتی چقدر خوشگله. اوف استاد نور اینجا رو نگاه کن. چه دیزاینی شده اینجا. خدای چه دیزاینی شده. ای جان. اوه اینجا فکر کنم سربالایی یا قشنگ سربالایی. شرک اینجا زیاد میبینیم. اتمسفری خفن دیگه میبینیم. چه آبای خفنی. اصلا پشت همین اینجا استاد جعفر میبینیم پشتمونه. الان استاد ما هم میبینیم. شرک کجایی؟ ما دیگه شرک نمیبینیم. ای نداره. بدون شرک ادامه میدیم. این شبیه قارچ استاد نگاهش کن. این قارچ ترسناک فلان. اوه شرک پشتمونه. شرک اومد. وای کریپر. وای استاد پای کریپر بود. اینجا نگاه کن استاد. چقدر خوشگله. چه خوشگل. چقدر خفن لعنتی. مازاش استاد.
موش نبود موش بشه موش بود موش بود نه شای موش بود مان کارت جدید عنکبوت تو آیه چی کنی ره بیا پایین ببینم تو امارا آدم بوسی اینجا رو نگاه لعنت اینجا رو امارجی کراودی شده استاد نکن مشکی نارنجی لاماس این پترن همه جا بوده اینقدر که این خفن اوف استاد جلو رو نکن بازم کریپر بریم ادامه بازم کریپر اون پایینه کریپر شبیه رو شده تو این گیم کریپر تو امارا پستای کریپر بریم این برا مواظب باشین کریپر سلام او چه محیطی چه خفن پفن بوس داره حسین جان نکن ما کی برمیگردیم ره خیلی ترسناک باشه کم اینجا چقدر شبیه اون فروشگاهه بگم برگشتیم آخرش برگشتیم خانه جان بریم قضیه چیه این کله کیه من کله میخوام کله استاد با این چی بوده بره اینجا چه شکلیه اوه چه کدو گنده ای لعنتی پشمام بویا سلام ره زامبی تو آیه چی کنی بره اوه این کریپره کله کریپره قشنگ داریم برمیگردیم انگار برگشتین زکان خوش آمدگویی میکنم به شما برگشتیم به محل اصلیمون خب زکان امیدوارم لذت برده باشی استاد حالا تفریح دیگه چی دیگه نمیدونم بیام بریم اینجا رو یه نگاه بندازیم این شهر بازی خفنیه و من خیلی لگم چون پترن امارجی اینجا پره و امارجی کراودی همه جا هستن نشون دهنده امارجی کراودی خفنه بچا این پایین چه خبره بیاد اینجا ببینم قضیه چیه اینجا هم امارجی کراودی اینجا فکر کنم از اون گنگ باید همدیگه پیدا کنیم آره گم میشین داخلش باید مسیر پیدا کنیم این از اونایی که باید مسیر پیدا کنیم بیا نمیتونیم چیزی هم خراب کنیم باید مستقیم فقط بریم گم نشیم فقط اینجا خودمون که اوه چه صدایی میده عکس پیشی اینجاست من پیشی خیلی دوست دارم آقا زکان بیا اینجا یه مسابقه چیز تیراندازیه یه من عاشق تیراندازی ام ره بعد این دکمه رو اینجا بزنیم بیاین اینجا دکمه بزنیم برو برا آقا جان بیا اون وسطی اگه بزنیم چی میشه بذار ببینم کله جعفر تو بودی آقا جان ببین قضیه چیه بزنده بره برو مثلا نمیدونم خرابه یکی رسیدگی کنه یعنی چی آقایان و خانم‌ها خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگه از این ویدیو لذت بردین حتما ویدیو لایک برام بکنین اگه دوست دارین که بیان قاشق زنی انجام بدین داخل ماینکرافت اونم لایک بکنین ویدیو رو اگه دوست دارین که این جفت کارا رو که گفتیم انجام بدین هشتگ مارک کردن بزنین اصلا حرفی ندارین نه آقا لایک کن ویدیو رو یادتون نره مثلا ما چی جا میدی لایک کن نمیدونم خیلی مراقب خودتون باشین همیشه بخندین تا ویدیو بعدی خدا نگهدار یا امارجی یا emoji crowd spend more time on channel I will earn more power I participate in the platform I'll upload another platform let me go and make more videos emoji crowd